مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. السلام علیکم دوستان عزیزان بیننده ها، امروز ما در دامن کوه میرانکول در یک از باغ‌های استراحتی برای تبریک کردن جشن زادروزی صفیه خاله آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام شمشاد آیتی، شبنم آیتی، شمس دینکه و از نام کریم پاشا دردان آیتی و شخصا از نام پدر خاندان شادی بابا تبریک میگویم. و امروز نیز جشن زادروزی نبیره خاندان صباحت‌های شده ایستاده است. لحظه های خرسندی را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، ما آغاز میکنیم. تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. السلام علیکم زنبانوان، مادران عزیز، السلام علیکم خوش و تباران، همه شمایان را به این دامن کوه میرانکول عظیم و امروز این یکی از جایهای بهترین میرانکول زیبا مسکن خیر مقدم میگویم. من امروز جشن زادروز، روز تولد مولود مادر عزیز است. مادر یک فرشته خاندان است. میگویم در اکثر جای و در اکثر کتاب و نوشته ها فرشته ها را با چشم دیدن غیر امکان است، لیکن ما با این گفتن آنها هیچ وقت راضی نیستیم. میگویم فرشته خاندان ما مادران هستند، یعنی شما عزیزان. شما را از نام تمام فرزندان میگویم دوست می‌داریم. یگان فرزند جرأت نمی‌کند که به چشم مادرش نگاه کرده ای جان یا آچه یا مادر یا در یگان کلمه باشدم مادر جان من شما دوست می‌دارم گفته نمی‌تواند. لیکن از قلب همه فرزند مادرش را دوست می‌دارد و یک لحظه نبودن مادر را تصور کرده نمی‌تواند. امروز باشد جشن زادروزی صفیه خاله شده ایستاده است. اگر بمالان باشیم برایشان قرصک میزنیم و صباحت‌های را نیز همراهشان به نظام تکلیف میکنیم. برنامه صفیه خاله زادروز مبارک باشد. روز تولد را، مولود خجسته را و امروز میلاد عمر را، روز شکرانتان را مبارکباد میگویم. 120 ساله شوید. خدا کند که در سر فرزندان سایبان و دعاگوی شده گردید. امروز شما را از نام فرزندان، از نام شمشاد آیتی، شبنم آیتی، شمس دینکه، دردان بانو، از نام نبیره ها سمیر شاه و سولت شاه تبریک میگویم. و گفتنی دارم که چخیره که گفتن امروز هم زادروزی مادرم است و هم زادروزی صباحت‌های خوشبخترین زن بوده. چرا گفتم با خداوند کریم بهر شما از انا همون فرشته هایش یک تاش را تحفه کرد که من نامشان را نامی بهترین صباحت‌های نام نهاده. و امروز میخواستیم سرآور شما را تبریک گوییم. فرزندان بسیار دوست می‌دارند، بسیار حرمت میکنند. ناز می‌بینند خدا کند که هیچ وقت با پایتان خار نخلد و همیشه در سر فرزندان سایبان شده گردید.
حاضر فرزندان که صحبت کرده حسین جان ما خوشبختیم چون گفتم با ما همه داریم همه کس داریم ما در دل غم نداریم پدرم مادرم تاج سر من هستند تا هستی حیات من میخواهم که در سر من دعاگوی شده گردم اگر همین تمام گنجینه ها را یک جا بیاریم اگر با یک لفظ شیرین مادرم بر یک نان پخته مادرم نمی ارزد چون گفتم مادر با مهنت حلال کلان کردن مادر به دنیا آوردن به دنیا آوردن فرزند چنان مشکل بود است که مادر مابین هر دو دنیا با ایستاده اینقدر عذاب و مشقت را پس سر کرده ما فرزندان را به وایا میرساند و به دنیا میبیارد امروز شما را از نام فرزندان تبریک میگویم برایتان میرسانیم صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشاگی شارد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه شاید از اللهای مادر گر شیرک سرودم از بود و از نبودم در تینتم سرشته سوز و نوای مادر آغاز آفرینش از رحم اوست این رو صد داستان برآید از یک هجای مادر در حقیقت شاعر بسیار زیبا فرموده است که ما فرزندان چقدر شعر و غزل خوانیم با یک حرف شیرین مادر برابر نمیشده است مادر چنین شخصیت است فرزند چی گناهی کند ان همان فرزند را هیچ وقت از بهرش نمیبراید برای وی فرزندش بهترین است و امروز یکی از مادران بهترین یکی از خوشبختترین زنها شما هستید زاد و روزتان مبارک باشد خدا کند که همراهی شادی بابا در سر فرزندان صحت سلامت دعاگوی شده به صف حاجی های سمرقند حاجی ها زیاد شوند و حاجی بابا و حاجیانه شده گردید با مراد دین فرزندان رسند از آن قرض ها خلاص خورند و پدر مادر را حاجی بابا و حاجیانه کنند در خاندانتان حج آشیار شود زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادرم هست بالای سرم ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم هیچ وقت یگان مادران درد و غم را نبینند فقط خوش و خوشبخت با تشویش های شیرین فرزند و نبیره ها بند شده گشتن نصیب کنند انا همین دستگل زیبا از نام فرزندان برایتان تقدیم میکنیم البته مهمانان خرسک میزنیم مرحبا برای صباحت های گذشته و دخترچه زیبا مرحمت نیز در اینجا شیرینی داریم میخواستیم در این لحظه ها شیرینی مادر را یک جای بریم و از آن تناول کنیم البته شمستینکه بدید یا نشون با شما نزدیکتر امروز قنات مادر انا همه پسرها هستند یا شما نزدیکتر میستیم مرحمت تارتون رو میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии
مبارک باشد. زادرس مبارک. رحمتی کلو. سفیر خاله، مادران، همه شما با همین سخنها تعلق دارند. دیروز در همین اینترنت خواندم بسیار زیبا وصف کرده است مادر را. میگوید همین دنیا بوده که همه چیز تکرار یابه می شود. ماشین، خانه، در، همه زر و زیور، هر آن چیز جوش بیاد فرزند، جوش بیاد دیگر. اولین قصری که من دیدم میگوید فرزند بطن مادر بود. به دنیا آمدم اولین کلام و سرودی که شنیدم الله مادر است و اولین طعامی که من تناول کردم و با آن غذا گرفتم شیر پاک مادر است. اولین خوابگاهی من بالای زانوی مادر است و اولین محبت من مادر است. مادران عزیز همیشه صحت سلامت باشید. امروز روز خرسندیتان مبارک باشد. ما می‌خواستیم اکنون نوبت را به سخن‌های تبریکاتی دهیم و از نام خواهرشان می‌خواستیم سخن تبریکاتی را شنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز، مادران و خواهران مهربان. من به همه ما معلوم است که امروز زادروز خواهرم صفیه می باشد. من برای صفیه صحت سلامتی عمری دراز میخواهم. خواهر جان الهیم ساعت داری، تو ساعت میدونی یکی شده پوچم کردی الهیم دیگه تو بیوای کوشا پیر شوه، هجای کلون روه، با هم تو زیافت های نفس هم اوندتی. البته تو اساس زیاد میشه که هر پگویی 50 تا بیمار دوش گفته میشینه. هر پگویی کسالا کن یا کم میشنه که کای صفیه گل میبیا کی موهوت شیر و کی پیرو آوردتیا. ولی همه تو دوهای زور را میگیری کجون. همه وقتی خدا پیرک بدولت شده کرده، بیدرد شده کرده خدا جون. همه وقت ساق باشی. حضرکوی فرزنده کوی نبره کوی بینی. هم یکو تو خوش آمده. نوری دیده یو توجه کی سر میکنیم. شما دم رحمت و کجون. اکیم گیجو یخلا کدم ها اومده رحمتی کلون. هر روز در تلفن شما تلویزیون من شما میبینم حواس میکنم که چه نفس آیلهشون همه وقت تینج باشه میگم من حضوری فرزنداتون رو بینوینیم. رحمت کلون هم یکاتون ده چه خیلی همه صفیه عزت و حرمت کده اومده. خدای مهربان هم یکای شما عزت و حرمت کنه. آیله هاتون ده فیضک و فتوح بیایلویم. هم یکاتون خوش آمده. کلون است. السلام علیکم. خواهر مهربان جانکم خوش اومده. همه پای من یخلا کده اومده. صد دبرایلی حضوری بالای چکواسه بینا بیردرد و بیغم شده کرد. رحمتی کلون بی خلیفه ده که بی خلیفه ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم مهمانای عزیز. شما ده هم یکاتون در این معرکه زادروز مولودی و خواهرم اوسونم و هماتون نوری دیده تاجی سر. اولا بار اوسون کتید دادرستون کوشه پیر شوند سر فرزنداشون حضور حرارتاشون رو بینن الهی. ارزه حساتای بسیار بینن اپشته همه شمسی بین شمسیله بچه پاش همه یک کپسره اپشتش مول ارزه حساتای بسیار بینن الهی. خوش اومده هم یکاتون. و اینو در که اگر سباحتا هم صد داره الهی. کلون شده علم نک شده بچه پا عالی معلومالی شوند الهی. حضور حلقاتی هم منخوی هم مکم دیده شنیم فرزندکم حضور حوالاتاشون. خوش اومده هم یکاتون. مدام رحمت با اینو دکه کنی یک سعی نور که باشه. السلام علیکم. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید. من امروز درجه صفیانم و صفیانم تبریک میکنم. این صفیانم 100 بدریم. خوش آمدید به این آرامگاه زیبای. بابا امروز تولد حنیفانم شده ایستاده. من صفیانم شده ایستاده. من از نام خودم و اهل جمعشان تبریک میکنم. ای آنا جانم سرکتان دار نکنم. این خانه اگرمی تو خدا زد نکنم. روی سرخ شما دولت ما این روی شما رو خدا زد میکنم. بله مهربانش همه اوناش تک محمد بونو آنا بار حیادا یشش باش قچه آننین تعریفی و بهر باش قچه کیس هم کی تقصانی
yüz yaşgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Ona soddadir tabrik خب نوبت رو برقصیم غبارو را میبراریم انجام میرقصیم خورسندی میکنیم مادر عزیزات روزتان مبارک باشد از آن روی نورانیتان هیچ وقت نور کنده نکند در سری فرزندان سایبان سگردید همون سبب نور آن بود است که دعای پیران و دعای بیماران را میگیرید هیچ وقت مانده نباشد از کار ثواب و نیک مرحبا صورت های شوخ و رقصی برای شمایان زاد روز مبارک مرحبا
بیننده های عزیز، امروز ما در دامانکوه میرانکول مهمان شدیم. صفیه خاله را در روز زادروزشان و البته بانوی خاندان صباحت های را در روز تولدشان تبریک کردیم. لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید.